سلام. امروز به نمایشگاه آثار بنکسی در فرانکفورت اومدیم. بنکسی یکی از مهمترین تصویرسازها و فعالان بصری قرن حاضره. کسی که با استفاده از مؤلفه‌های تصویری داستان می‌سازه. درست شبیه کاری که یک فیلمساز انجام میده. این نمایشگاه الان پاتوق جواناییه که علاقه‌مند به هنر مدرن، سینما و گرافیک هستن. با من همراه بشین تا بریم به دنیای پر از استعاره بنکسی سری بزنیم. ما الان توی نمایشگاه آثار بنکسی هستیم در فرانکفورت. چیزی که خیلی توجهمو جلب کرده اینه که از سنین مختلف توی این نمایشگاه میتونین ببینین. یعنی پدر مادرایی که بچه‌هاشون از سن پایین آوردن به این نمایشگاه و آدم‌های مسن‌تری که براشون جذاب بوده بیان آثار بنکسی رو ببینن. بریم با هم یه گشتی بزنیم و بقیه آثار بنکسی رو ببینیم.
ممنون از این که تا پایان این نمایشگاه با من همراه بودین و شما هم با من به آثار بنکسی سر زدین.